بینندگان عزیز، درود و سلام. صحبت امروز ما به طور مختصر درباره بیدارخواهی خواهد بود. نخست باید گفت که خواب 7-8 ساعته برای انسان مثل آب و هوا ضروری است. عامل‌های اساسی بیدارخوابی این عصبانیت‌های یعنی ضعیفی اعصاب است. اساساً ضعیفی اعصاب است. کسایی که به کار فکری مشغولند، کار فکری مغزی دائمی، انسان برای اعصاب خسته کن است و اعصاب ضعیف می شود و نمیتواند یعنی نیروی خواب آوری خود از دست میتهد و نمیتواند خواب بیارد برای صاحب خود. پس چی باید کرد تا که به خواب آرام نائل شویم و روز بعد با خاطر جمع، با چهره کشاد، با رنگ و روی یعنی همینطور زنده باز بپردازیم به کارهای روزانه و به فعالیت‌های روزانه. چه باید کرد؟ نخست باید بگوییم که اگر خواب یعنی بیدارخوابی مختصر است یا مثلا بیگاه دیر خواب میبرد یا شب بیدار شدین و دیگر به خواب دسترس ندارین، یعنی دسترس پیدا نمیکنین، این خواب نمیبرد، شما میتونید یک پیاله شیر بردارید، گرم کنید، یک قاشق عسل همراه کنید و این نوش جان کنید و خواهید دید که خواب آرام در شما یعنی دسترس می شود. و اگر شیر دسترس ندارین میتونید جرقات، یک مقدار جرقات بگیرید، یک قاشق عسل همراه کنید و نوش جان کنید و خواب آرام به شما میسر خواهد شد. ولی اگر خواب بیدارخوابی وزنین است و روزها شبها طول میکشد و فقط به واسطه قرص و تبلت که میتونه شما به چند ساعت خواب بروید، بگیرید از گیاهان نیازبو یک مقدار هم از گیاه خارگلک در داروخانه به نام پوستیرنیک، تروا پوستیرنیک که از فراورده های روسیه است که به کشور ما وارد می شود موجود است. و بگیرید از گیاه زرشقه که در زمین ها، در مخصوصا زمین های گندمی موجود است و گلی بسیار میده دارد، زرد است، به نام زرشقه است که در البته پیش گیاه فروشان هم موجود است. یک مقدار از زرشقه بگیرین و بگیرین از 3 برگه سرخ. خب بعدا از پودینه باغی به مقدار برابر بردارین، با هم مخلوط کنین، با هم آمیخته کنین، یک ترکیبی به دست می آید که ترکیب نجات دهنده شما در مورد بیخوابی خواهد بود. گفتیم این ترکیب بسازین و 3 قاشق بردارین، میتونید در نیم لیتر آب جوش دم کنید و مقدار یک پیالگی یک بار یا 2 بار روزانه خورید و یک بار هم پیش از خواب رفتن بخورید. البته پیش از خواب باید که با عسل شیرین کنید، چون عسل خودش هم یعنی تاثیر یا که خاصیت خواب آوری دارد. با عسل شیرین کنید و نوش جان کنید و خواهید دید که خواب آرام نصیب شما خواهد شد. اما باید گفت که یعنی ضرورترین کاری که یا عملی که شما در مورد بیدارخوابی انجام دهید این است که یعنی غذای مغز سر و تارای عصبی را شما بدید. او تجدید نیرو میکند و در فرمان شما خواهد بود. برای این چی کار کنیم؟ پیش از همه باید شما به طبیعت رو وارد و از طبیعت بگیرید غذای مینه سر یا غذای تارای عصبی یا حجره های عصبی. و این چی است؟ یک بگیرید شما یک مقدار یعنی بگیرید 2 دانه لبلبوی سرخ، 4 دانه سیب، 6-7 دانه زردک
سبزی، 2 دانه از بادرینگ و اگر یعنی امکانیت داره 2 دانه از میوه کیوی که به کشور ما از خارج وارد میشه از اون علاوه کنید، زیرا میوه کیوی یک انبار ویتامین و میکروالمنت است واقعا و ما را تجربه کردیم و میدانیم سالها. و اینا را باید شیره اینا را باید بکشید، ولی پیش از همه باید گفت که تنها لبوی سرخ و کیوی پوست برداشته شود. سبزی، سیب و بادرینگ فقط تنها شسته میشه و خلاص، دیگه حاجت نیست که به پوست اینا برداشته شود، یعنی پوست کنن اینا را. همین چند نمود میوهی که گفتیم، میوه سبزوات، از ماشین گوشت میگذرانید یا ترک تراش میگذرانید در یک ظرف، یعنی یک جایه اینا را شیره اینا را میکشید و در یک ظرف کلان البته میاندازید و مدت 1-2 ساعت باید در هوای آزاد بایستد تا که امو تلخی که از در اثر دواپاشی پیشتر میشه زمین ها شده است همون بخار شود. بعد میتونید این شیره که به شما به دست آورده این را میتونید در 2 روز استفاده کنید، یعنی نیمه به 2 تقسیم کنید و یک تقسیم در 1 روز خورید. البته 1 قاشق عسل اگر همراه شود با نیرو بخشی این شربت خیلی زیاد خواهد شد و حتی اونایی که به ضعف قوای جنسی مردانه یعنی مبتلا هستند کمک به سزا خواهد کرد و ایره خواهید دید کسانی که این استفاده خواهند کرد. میتونید نیم لیتر حدودا نیم لیتری که به دست آمده است در 1 روز استفاده کنید و باقی مانده در ظرف شیشگی اندازید و در یخدان نگاه دارید تا روز دیگه وقتی که را برداشتید به آب جوش 1 مقدار علاوه کنید تا خنکی، یعنی خنکی از بین رود یا خنکی گردد و کمی عسل هم علاوه کنید و در دوام روز را استفاده کنید. اگر همین ترکیب شما 3 روز اقلا 3 روز یا 4 روز استفاده کنید، اگر از بیدار خوابی شما خلاص نشدید یعنی من دروغ گفتم به شما، ما را دروغگو اعلان خواهید کرد. اعلان کنید، من اجازه میدم، زیرا تماما یعنی معینه سر و بدن انسان در اثر کارهای زیاد و فعالیت زیاد و مغزی و اعصاب خراب و چیز وقتی که بیدار خوابی یعنی به بیدار خوابی مبتلا شدید، پیشتر گفتیم که سبب چی بود؟ سبب همین که یعنی تارهای عصبی غذای خود از دست دادن، باید که اینا تغذیه شوند، یعنی غذایشان باید رسانده شوند و این غذایشان شما میتونید از همین ترکیب گفتیم 100% شما میتونید تامین کنید و خواهید دید که در روز 2 یا 3 خواب آرام نصیب شما خواهد شد. و اگر این 1 هفته استفاده کنید، شما بدن شما، ارگانیسم شما به شمول معینه سر، حتی نور چشم، حتی شما میدانید که این ویتامین میکروالمنت های داره که به تمام یعنی اعضای بدن و دل، جگر، حتی گرده و چشم یعنی از این غذا خواهد گرفت. این اعضایی که گفتیم غذا خواهد گرفت، غذای مربوطهشان خواهد گرفت و تقویت می شود، با قوت می شود. اگر 10 روز استفاده کنید، شما با کلی نو خواهید شد، شما جوان خواهید شد و این ما به شما تضمین می کنم، گارانتی میدم.